هم بشنوید در به اصطلاح مشتعل شدن کانتینرها هست که حالا به خاطر نوع موادی که اون درون اونها هست احتمالا. خواستم این توضیح رو خدمتتون بدم که اطفای حریق در دستور کار هست، اما وقتی که باد بیاد و مزید بر علت بشه و آتش رو شعله ورتر بکنه، گاهی اوقات متوقف میشه این کار تا در موقع مناسب انجام بشه. به هر حال تصاویری که ملاحظه میکنید کاملا مشهود هست و شما رو مطلع میکنه در خصوص این حادثه‌ای که در بندر شهید رجایی و محوطه کانتینری یا پایانه کانتینری اسکله شهید رجایی به وقوع پیوسته. خب اینو گفتم در جریانتون بگذارم آگاه باشید، شاید صدا رو بشنوید در مناطق اطراف اسکله شهید رجایی، به نگران باشید. به هر حال اونجا دیگه خالی از انسان هست، یعنی افرادی که اونجا شاغل باشن یا نه، فقط افرادی که مأمور هستن و مسئول هستن با رعایت ایمنی کامل دارن این کار رو انجام میدن.